میکاپ 10 دقیقه‌ای برای زمانهایی که مهمون دارم و عجله دارم. زمانو میذارم 10 دقیقه. بعد از آبرسان و مرطوب کننده میرم سراغ کرم پودرم. یه ذره کرم پودر گرمش میکنم، میزنم روی پوستم. با بلندر نم دارم پخشش میکنم. رژگونه کرمی یه کوچولو اینجا بلندش میکنم. میرم سراغ کانسیلر، یه ذره اینجا و اینجا. اضافهش اینجوری پشت پلکم هم میبرم. زیر چشمم رو یکم با پودر فیکس خشک میکنم که تو چروکا جمع نشه. چون فرصت ندارم کانتور کرمی انجام بدم، کانتور پودری انجام میدم. یکم کناره های بینی، زیر بینی و زیر استخون گونه. یه ذره پودر فیکس به پشت پلکم میزنم. از یه همچین رنگی با یه بلندینگ براش میزنم روی برجستگی پلکم تا پف پلک کامل گرفته بشه. بعدش براشم کوچیک‌تر میکنم، میزنم تو رنگ تیره تر، میتکونم و میزنم این گوشه پلکم. بعدش از یه هایلایتر استفاده میکنم و میزنم این جلوی پلکم. برای اینکه هم ریمل نزنم و هم خط چشم لازم نباشه بکشم، موژه میذارم. شما میتونید پرو پیمون ریمل بزنید. 30 ثانیه بهش زمان میدم چسب خودشو بگیره، بعد میذارمش روی پلک خودم. اینطوری در حدی ریمل میزنم که موژه های خودم به موژه مصنوعی بچسبه. همین. ابروامو لیف میکنم، جای خالی ابرومو پر میکنم. 3 دقیقه هم تایم دارم. یکم رژگونه پودری میزنم، یه خط لب نود میکشم، کل لبم باش پر میکنم و از این لیپ گلامتر شیدلم میزنم. و دیگه وقت نمیشه سایه بزنم زیر چشمو، فقط یه ریمل میزنم. یکم هم هایلایتر روی بینی، نوک بینی، روی گونه ها. اسپری فیکس هم میزنم. اینقدر وقت اضافه آوردم. چطور شدم؟ دوستش داشتی؟ سیوش کن و برای دوستات بفرست. نظرت هم برام کامنت کن.